طی 2 روز رید پلیس ولایت سوردلوفسک روسیه در مکانهای بود و باش مهاجران از آسیای مرکزی در حدود نویه ژلزنودروژنی شهر اکاترینبورگ مرکز منطقه اورال بیش از 600 مهاجر را دستگیر کرده به شبه های پلیس بردند. والری گاریلیخ سخنگوی پلیس ولایت سوردلوفسک روز 20 اپریل به نشریه محلی ای نیوز رو گفت به خصوص شهروندان ساکن کوچه های پیخاتینسی، بلیمبای و مینامیوچی که تحت تفتیش موشکافانه قرار داده شدند و طی 2 روز بیش از 600 خارجی را به پلیس آوردند. معلوم شد که 42 نفر آنها در روسیه غیر قانونی به سر میبرند. آنها را بر اساس قسم یکم ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه برای ویران کردن قاعده های بود و باش به جوابگری کشیدند. از این شمار 13 نفر را الکی به مبلغ 2000 روبل جریمه بستند و باید اکنون از روسیه بیرون کرده شوند تا زمان دیپورتاسیون آنها در بازداشتگاه های موقتی شهروندان خارجی در شهر اکاترینبورگ نگاه داشته می شوند. پرونده های مهاجران دیگر بازداشت شده را دادگاه به زودی بررسی خواهد کرد. اکاترینبورگ و ولایت سوردلوفسک از مسیرهای عمده مهاجرت کاری زادگان آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک به شمار می رود. در اکاترینبورگ شماره زیاد مهاجران در حدود نویه ژلزنودروژنی مستقر می شوند، چون که بعضی میوه و سبزوات رقم 4 یک مکان عمده کار مهاجران در همین نویه جایگیر شده است. در ویدیویی که پلیس سوردلوفسک از جریان رید ضد مهاجران نشر کرد، یک لحظه جالب بازداشت مهاجران تاجیک ثبت شده است. وقتی در داخل بعض ماشین شیشه‌هایش سیاه یک بچه تاجیک را منع کردند، یک مرد ریش سفید با 2 پاره تربوز به پیش کارمندان پلیس آمده با زبان تاجیکی گفت که اینش 600 سوم است، اینش 550 سوم. در همین هنگام که او دقت کارمندان پلیس را با تربوزهایش به طرف خود کشید و آنها را به گپ گرفت، راننده گاز را زیر کرده فرار کرد، ولی او را خیلی زود از نو منع کرده وادار کردند که برگردد. من میخواستم ماشینم را توپ دهم، بهانه آورد راننده. والری گاریلیخ گفت راننده را متقاعد کردند که باید خودش اختیاراً پلیونکه سیاه شیشه های ماشینش را بکند. او فهمید که حق به جانب وی نیست و بدون یگان چون و چرا امر کارمندان پلیس را اجرا کرد. سخنگوی پلیس نقل کرد که یک مهاجر دیگر اعتراف کرد که قرارداد مینتش را از همین بازار با نرخ 5000 روبل خریده است، ولی نمیدونست که آن قلبکی است. گاریلیخ گفت این رید 2 روزه با سپارش سردار سرایست کارهای داخلی ولایت سوردلوفسک گنرال لیتنانت الکساندر میشکوف و با جلب نیروهای امان صورت گرفته. هدف اساسیش آشکار و پیشگیری کردن موردهای ویران کردن قانونهای مهاجرت بود. کارمندان پلیس را در این رید همچنین نمایندگان مرکز مبارزه با افراطگرایی و بخش‌های مهاجرت و مبارزه با مواد مخدر همراهی کردند.